خوش اومدین. امروز میخوام مبحث سفیدی مو رو کامل براتون توضیح بدم که دیگه تو خونه هم هیچ مشکلی با رنگ کردن موهاتون نداشته باشین. سابسکرایب یادتون نره، حتما هم لایک کنین این ویدیومو. خب پوشش سفیدی رو میخوام براتون توضیح بدم که مشکل اکثر هیر کالریست است. این فرمول و این توضیحاتی که دارم بهتون میدم بعد از 10 سال سابقه کاری و کلاس‌های مختلف، تست‌های مختلف، این بهترین فرمولیه که میتونید خیلی راحت اجرا کنید و کاور سفیدی داشته باشید. اول یه توضیح براتون بدم که موی سفید همونطور که گفتم پیگمنت‌های زرد، آبی، قرمزش رو از دست داده. ولی دو نوع موی سفید داریم. یک سری موهای افراد جوونه که هنوز پیگمنت ها متلاشی نشدن و یک سری مال موهای سفید افرادیه که سنشون